به نام خدا، با اولین آموزش نرم افزار اکسل در خدمت شما هستیم. اولین تابعی که امروز یاد خواهیم گرفت تابع رو و تابع دومین تابع کالم باشه که تابع رو برای نشان دادن شماره سطر، تابع روز برای نشان دادن تعداد سطرهای موجود و کالم برای مشاهده شماره ستون و کالمز برای مشاهده تعداد ستون‌های موجود در جدول میباشه که در اینجا استفاده خواهیم کرد. اولین دستور رو در فضایی که میخواییم در سلول مورد نظر کلیک کرده و دستور رو مینویسیم. با فشار دادن اینتر شماره سطر مورد نظر در قسمت شماره سطر لحاظ می‌گردد. اگر بخواهیم تعداد سطرهای موجود در یک جدول را مشاهده کنیم از دستور روز استفاده خواهیم کرد. کافی است در سلول مورد نظر کلیک کرده علامت مساوی و روز جدول مورد نظر و با زدن اینتر تعداد سطرهای موجود در یک جدول رو مشاهده می‌کنیم. همچنین در قسمت تابع دستور کالمز هم به همین شکل انجام میدیم. مساوی کالم ستون مورد نظر و مشاهده میکنید که ستون شماره 1 در اینجا لحاظ کرد. اگر بخواهیم تعداد ستون ها رو بفهمیم که چند تاست از دستور کالم استفاده میکنیم. انتخاب جدول مورد نظر و اینتر. ما در اینجا دو تا ستون داریم و در قسمت تعداد ستون مشاهده میکنیم. خب کاربرد این دو تا دستور چیه با هم بررسی میکنیم. برای اینکه بخواهیم ما شماره سطرها رو وارد کنیم روش اول با انتخاب سلول ها و شماره گذاری، روش دوم انتخاب نوشتن شما دو تا سطر اول به انتخاب و دابل کلیک کردن بر روی شکل مورد نظر که مشاهده میکنید که در اینجا شماره سطرها لحاظ کرد. ولی ایرادی که در این روش وجود دارد با حذف سطر مورد نظر شماره ها به هم میخورد. دستور رو می نویسیم، منهای شماره سطر بالایی مشاهده میکنید که با کشیدن بر روی سلول های مورد نظر تعداد سطرها مشخص میشه که با حذف یکی از سطرها باز هم شماره ها به هم نمیخورد. در قسمت کالم هم همینطور. ما کافی دستور کالم و با کشیدن در آخرین ستون شماره ستون ها در اینجا مشخص میشه. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو برده باشید.